اومدم از در برم بیرون، پروفسور ایرانیه در اومد گفتش که وایسا نرو، به فارسی، حالا همه اون انگلیسی بود. گفتم که جانم استاد. گفتش که حرومزاده‌های آشغالی مثل تو جاشون توی آکسفورد نیست. سلام، برابکس یوتیوب، سوهیل اقتصادی هستم. امروز یه داستان داریم با امیر، یکی از بچه‌هایی که از ایران رفته تو دانشگاه آکسفورد انگلیس که میشه بهترین دانشگاه فکر می‌کنم اروپا، اگه نه دنیا، شاید حداقل می‌دونیم جزو 10 تا بهترین دنیاست. رنکینگش چیه؟ این تغییر میکنه هر سال، ولی خب جزء تاپ 3 دیگه، جزء ستای اول. خب خیلی من برام جالبه که یه همچین دانشگاهی چطوری بوده توش، چطوری رفتی توش. میخوام اینو صحبت بکنیم و یه پارت دوم داریم که راجع به چیز دیگه که خود گفتی میخوایم صحبت کنیم، راجع به نردا که آدمایی آره که حتما. پس برو بریم. سلام، منم سلام میکنم به نوبه خودم به همه سابسکرایبر کانال سهیل. خیلی خوشحالم که اینجام. امروز توی پادکست سهیل هستم. تشکر میکنم ازت سهیل. مرسی که اومدی. فدات بشم. اول با این داستان شروع میکنم که چجوری رفتم آکسفورد. طبیعتا آکسفورد اسم خیلی بزرگیه واسه کل مردم دنیا، سر تا سر دنیا، چه برسه مال انگلیس باشه، مال ایران باشه، مال هند باشه، مهم نیست. من المپیادی بودم، یعنی هستم، و المپیاد آنترپرنورشیپ، کارآفرینی، مدال گرفتم، هم لوکال ایرانی و هم ایژن. سر همین داستان خیلی کمک کرد برای پذیرش گرفتن به من. این یه نکته. دو، چیزی که برعکس ایرانه و خیلی 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 عجیبه اینه که آکسفورد و تاپ رنکینگ‌ها اصلا اهمیت نمیدن که تو 100% داری درس میخونی. یعنی من خیلی دوستام الان تو ایران میشناسم، طرف 100شو داره میذاره برای کنکور، رسما روانی شده دیگه، بخون فشار خانواده‌اش فلان. اصلا اینا رو نمیخوان اینجا، یعنی براشون تعریف نشه، اصلا میگن مریضی، you're sick. و باید فعالیت سایت داشته باشی. من 6 سالم بود، طلای 7 سال یا 6 سالم دقیقا یادم نیست، طلای رباتیک کشوری مسابقات قم گرفتم. یعنی چیزی که اصلا مربوط به رشته‌ام نیست، میره شاخه مهندسی ریاضی. من دبیرستان انسانی خوندم. این دو چیز پرت هستن، انسانی ریاضی نداره، نمیدونم میدونی یا نه توی دبیرستان ایران. و کاملا بی ربط المپیادی که دارم المپیاد بیزنس آنترپرنورشیپ بود، رشته‌ای که دارم میخونم الان اینجا بیزنس منیجمنت آنترپرنورشیپ. ولی اینو داشتم. از یه طرف دیگه مقام عکاسی، انجمن عکاسان اصفهان و ایران، عکسم قبول شده بود و فعالیت‌های ساید زیاد، چنم سرتیفیکیت تنیس، سرتیفیکیت از کورس را. یعنی خیلی مثلا شنیدم میگه که اینو خیلی اصلا چیز آنوریده، یه چیز بی ارزشه، در صورتی که نیست. خیلی سرتیفیکیت براشون مهمه. اون سرتیفیکیت اینا اصلا براشون اهمیت نداره، تو میتونی جعل کنی خیلی راحت. اینا میدونن که خیلی راحت، مثلا هند، ما کلا خاورمیانه میدلیز کارشون جعل کردن. ولی اینکه مهارت و داری واسهشون مهمه، خیلی مهارت محوره. در کنار این obviously طبیعتا چیزای آکادمیک هم براشون مهمه. و من غیر سال آخرم که فوکسم روی المپیاد بود، معدلم بد نبود، یعنی 19 به بالا بودم. اینجا یه نکته ای داره، ما تو ایران چون فشار خانواده اکثرا پشتمونه، 18 به پایین نشه، 19 به پایین نشه، حالا کسایی که خانواده‌شون سختگیرترن روی درس، اینجا میگن که اصلا با پایین تجدید نشو، پایین 12 نیاد، حالا برای آکسفورد 16 نیاد، 17 نیاد، به مراتب به کورست هم بستگی داره. چرا؟ چون اینجا میگن آقا یه تینیجر، یه بچه به دنیا نیامده درس بخونه، که اگر توی درس حرفی برای گفتن داره 70% 60% زندگیش برای موقع موقت میشه. تو ایران این تعریف نشده، سیستم آموزشی اینقدر داغونه سهیل که میگه نه 101 تو بذار برای درس، اصلا تو چه اجازه‌ای داری به چیزای دیگه فکر کنی؟ و این خیلی بده. این از داستانی که چجوری پذیرش گرفتم. من درس اپلای کردم برای کالج، یه کالج به اسم کینگز ادویکیشن توی آکسفورد. من پذیرشم اونجا رو گرفتم و فاوندیشن یر، یه دیگری به اسم فاوندیشن یر، و اونجا رو استارت زدم. رفتم تو آکسفورد، شهر در اصل که متشکل از کل کالج‌های آکسفورد. حالا فکر میکنم توی امریکا غیر هاروارد دانشگاه قدیمی و کانادا کمپس ها جمع و جور باشه، یعنی مثلا یه کالج توی یه منطقه باشه، درسته؟ نه تو نه اینجا که مثلا من استفیو رفتم، استفیو یه لوکیشن تو یه شهر داره، یه کمپس گنده اصلی. خب کمپس میشه چی؟ خب نه اون میشه کمپس، کالج نمیشه. حالا شما میگین اسکول توی امریکا،
اینجا مثال میزنم، وقتی میگن کالج یه معنی کالجه که تو کل دنیا معنی میده، یه معنی به اسم دانشکده است. شما میگی مثلا بیزنس اسکول، ما میگیم بیزنس کالج. بین اینجا دور بریتیش امریکنه داستان انگلیسی. فهمیدم. ولی مثال میزنم توی کمپس توی آکسفورد دانشگاه انگلیس، یا میبینی مثلا یه بیلدینگ مثلا توی شمال آکسفورده، یه بیلدینگ دیگه که توی یه کمپس بیزنسه میره جنوبشه و اصلا تراکم نداره. نمیدونم چرا اینجوریه، چون سال مختلف ساخته شده. من توی اون کالج که داشتم درس ولی می‌خوندم همه این کالج‌ها زیر واسه... آکسفوردن یا تو یه کالج می‌سازی همه مال آکسفورد، به یه لولی میرسی اپلای می‌کنی به آکسفورد که من میتونم بیام زیرت؟ نه اصلا آکسفورد نمیاد کریدیت خودشو به خطر بندازه. همه مال آکسفورد. فهمیدم. همه مال آکسفورد. کالجی که من رفتم، ببین بذار بگم دانشکده، چون دو تاش کالج قاطی میشه. اینجا ما به کالج همون دانشکده میگیم، یعنی 2 سال اول دانشگاه رو تو آپشن داری تو کالج بخونی یا تو دانشگاه، ولی سال سوم دیگه تو کالج نمیدن. کسی که 2 سال اول دوم میخونن ترانسفر میکنی، سال سوم میری دانشگاه. دلیلی که این کارو میکنن این کالج خب کالج ارزون تره اینجا کالج خیلی گرون تره. نه اینجا کالجی که شما میگی هم کالجه که ما هم بهش میگیم کالج. یه کالج دیگه هست، یه معنی دیگه داره، دانشکده میشه که شما احتمالاً بهش میگین اسکول تو امریکا، بیزنس اسکول، ساینس اسکول. حالا من اینجا میگم دیگه دانشکده که قاطی نشه گیج کنه. فهمیدم. ما مثال میزنم یه دانشکده شمال شهره مثلا بیزنس، دوباره توی کمپس بیزنس یه دانشکده که میشه دانشکده اقتصاد جنوب شهر، در صورتی که باید همش اصولا متراکم توی یه منطقه باشه. ولی خب تو آکسفورد این تعریف نشده، کمبریج این تعریف نشده، چون توی سالهای طولانی مختلف این ساخته شده. و من اول که اومدم انگلیس و شهر آکسفورد توی کالج ثبت نام کردم و پذیرش گرفتم. اونجا فاوندیشن ییر میخوندم، یه دیگری که بتونی بری دانشگاه، چون من 17 سالگی اومدم و وسط اون دوره اینجوری بودم که خب اوکی بذار من شانسم برای آکسفورد امتحان کنم، چرا که نه، چون من آلردی اپلای کرده بودم. ولی خب اینجوری بودم که دودین آکسفورد طبیعتا قبول نمیشی و از کل دنیا دارن اپلای میکنن واسش. قبول شدم و خیلی عجیب غریب قبول شدم. اول واسه کورس یه روزه و این کورس های یه روزه هم مثل دانشگاه چه میدونم کینگز کالج لندن و این حله هولا نیست که بگی پولی رایت بده. آکسفورد و کمبریج و هاروارد اصلا، حالا هاروارد جدیدن گویا چرا، ولی دانشگاه تاپ رنک انگلیس اصلا کریدیت خودشونو به خطر نمیندازن سر پول، چون خوب داره میچاپه دانشجوهاشو مثلا اینترنشنال رو. یه کورس یه روزه رفتم مربوط به هم کارآفرینی که رشته اصلیمه. اریک رایس رو دیدم، نمیدونم خوندی کتاب دلین استارتاپ یا نه، نویسنده دلین استارتاپ، کارآفرین باحالیه و یه میت اند گریت باشون اونجا داشتم. خیلی خیلی آنترپرنورای خیلی قدری اومده بودن. اریک رایس لین استارتاپ کتاب معروفیه، حتما بخونش چون شاخه استارتاپ فعالیت داری. خیلی اونجا بودن. هلن مکرایو اونجا بود، انگلیسیه. یه پسر بود اسمش الان یادم نیست، 16 سالش بود که مدال سلطنتی گرفت از خانواده از ملکه وقتی زنده بود. این اومده یه برند لباس ورزشی رو توی انگلیس توی این سن افتتاح کرده و خیلی گنده شده. اسمش اصلا هیچ حضور ذهنی نداره، خیلی سخت بود، انگلیسی هم هست و خیلی خفنه. فکر کنم 16 سالگی مدال افتخار از رویال فامیلی بگیره به عنوان انگلیسی. خیلی آدم خفن و پر انرژی هم بود، خیلی باش به شخص حال کردم. این گذشت یه سرتیفیکیت هم بهم داد با لوگوی خود آکسفورد، تموم شد. من دوباره اپلای کردم واسه کورس دیگه. اون فاوندیشن یری بود که من تو اون کالج میخوندم. این شد فاوندیشن دیگری، حدود 6 ماه 5 ماه فشرده همونه. من گفتم اوکی جهنم اصلا کالج رو ول کن، تو این همین دیگری رو فشردش پدرت در بیاد توی آکسفورد بخونی، یه چیز دیگه است میارزه و خیلی گرونه سهل. یعنی اینجا تو 9000 تا باید بدی به عنوان انگلیسی واسه هر دانشگاهی بخوای بری، ولی به عنوان اینترنشنال هر قیمتی تیغشون ببره میبرنت. آکسفورد واسه 1 سال کاملش، حالا من کورسم 1 سال نبود 5 ماهه بود، 72000 پوند 2020 شارژت میکنه. چه دیوانه وار این قیمت. فکر کنم میشه 130000 دلار کانادایی، میشه 110000 دلار. آره خیلی ترسناکه این رقم.
یعنی این پول به انگلیسی بدی بال در میاره قشنگ از خوشحالی. پول کمی نیست حتی واسه خودشون، چه برسه منی که از ایران دارم الان ساپورت میشم. بگذاریم اپلای کردم و قبول شدم. بعد ایمیلی که اومد من یادم قشنگ هی تو چیز میکردم خدا این اسکمه، مثلا کار هندی هست اینجا خیلی این کارو میکنه. ولی دیدم خدایا لینکی ازم نخواسته، اطلاعات حسابی نخواسته، کدوم اسکلی، غیر اینکه رفیقام بخوام فرانک بگیرم. من به هیچکی نگفته بودم. هی رفرش میکردم نه این تو نیستی بابا، مثلا هی ترنسلیت میکردم نکنه مثلا من گاوم انگلیسیم خوب نیست. اشتباه فهمیدم. بعد آره بعد 10 بار رفرش کردم که نه واقعا مال منه و گفته که اوکی بیا. من رفتم روز اول استرس، من اصلا آدم استرسی نبودم و نیستم، امیدوارم نخواهمم بود در ادامه زندگیم. ولی این کف دستام منی که تو عمرم عرق نمیکرد عرق میکرد. روز اول یارو رو سن 65 نشسته بود جلوم داشت اینترویو میگرفت، 3 تا پیرمرد انگلیسی، یکشون اسکاتلندی، اکسنت اسکاتلندی رو نمیدونم میدونی یا نه خود انگلیسی نمیفهمن، ترسناک دهنشون وله دیگه. ببین قشنگ پیر تازه خیلی بد. بعد من استرس داشتم تو اون شرایط، حالت نرمال نبودم و سوالای دیوونه وار میپرسید. اولش سوال مذهبی میپرسید، تو کی ایران بودی؟ گفتم 6 ماه از ایران اومدم. چقدر مثلا بدین وابسته ای؟ آقا من حالا یه جوری بودم که اسکیپ کنم، سوال جوابی ندم که بگم مثلا نه من بدین اصلا وابسته نیستم، که بگه اوکی مثلا داره دروغ میگه یا مثلا داره پنهان کاری میکنه. از اون ورم جوری نبودم که بگم مثلا مذهبیه، من آدم اصلا مذهبی نیستم و گیر کرده بودم در لحظه تصمیم بگیرم. خطای تصمیمم طبیعتا میره بالا وقتی استرس. خدا رو شکر به خیر گذشت. رفت سراغ سوال آی کیو و کاتفور. سوال کاتفور، یکی از سوالی که تو ذهنم موند 3 تا مخروط بود با 6 تا حالت گوی، نه گوی بهش میگن چیه، دایره های تو خالی. میگفت با کمترین تعداد موومنت اینو باید بیاری، مثلا 3 تا اینجا بود، 2 تا اینجا بود، 3 تا تو وسطی، سومی خالی بود، همه رو باید بیاری رو سومی. چی کار میکنی؟ بعد یه سوال دیگه این چند حرکت میشه. یه سوال دیگه داده بود که مثلا توی دومی چی کار کنی که 2 تا این باشه، یکی این باشه، یکی این، با کمترین حالت. هی میخواست ببینی که ذهن تو مثلا کمترین تایم ممکن چه تصمیمی میگیره. خیلی باحال بود. هیچ ریپورتی نمیده بیرون آخر اینترویو و مصاحبه که چند تا رو درست جواب دادی، ولی مثلا بعد 10 روز میگه که قبول شدی یا نشدی. قبول شدم و من اینجوری بودم که واو ایول چه حالی کردی. باورم نمیشد. به اول نفری که زنگ زدی گفتی آکسفورد به کی بود؟ باورت نمیشه به هیچ کی. من یه چنل دارم توی تلگرامم و یه چنل چرت و پرته، اکثرا هم دوستا آدم و نزدیک بهم هستن، این اسمو گذاشتم هیم. چرت و پرت توش میذارم، یعنی حوصله‌ام میره یا وایس ریکورد میکنم. اینجا وایس ریکورد کردم، اینجوری بودم که that's my turn you fucking bastard و اصلا خودم نمیفهمیدم. بعد مغزم نمیکشید. من مشکلی که دارم ببخشید، مشکلی که دارم، مامان بزرگم حدود 2 سال پیش به خاطر سرطان فوت کرد و وقتی به من گفتن سرطان گرفتم، قربونت مرسی، وقتی بهم گفتم مامان بزرگم سرطان گرفته من خندم گرفت، مثلا چندین سال پیش. بعد من اینجوری بودم که نخند تو رو. بعد مامانم اینجوری نگاه میکرد، بابام اینجوری نگاه میکرد، مامان بود نزدیک این بود بگه که چه مرگته دیوونه، میگم مامان بزرگ سرطان داره. من خنده عصبی دارم، مغزم اونقدر این داستان دیپو مثلا تو اون سن درک نمیکرد. الان بعضی وقتا اینجورم و خیلی خوبه به نظرم توی گهگداری درگیر نمیشی، ولی خب بعضی وقتا هم درک میکنم. ADHD هم دارم. الان مثلا یادم رفت چی داشتم میگفتم. چی بود بحث که اینو گفتم؟ داشتی میگفتی که تو گفتی بحثو یادم رفت، من یادم رفت، من تو بحث بودم. داشتی میگفتی که نامه رو گرفتی و باورت نمیشد که قبول شدی. آره توی چنلم اینو داستانو گذاشتم و اینو هنوز مغزم درک نمیکرد که آقا چه اتفاق بزرگی افتاده. 2-3 روز این داستان عادی بود. زنگ زدم خانواده و حرف زدم و اینا دیگه. مامانم از خوشحالی گریهش گرفت، فهمیدم که واو بلک جک زدم و خیلی حس باحالیه. یعنی آرزو میکنم همه تجربه کنن این حسو. ولی از یه طرف دیگه حس خیلی بدی بود، چون تو اون کالج همه نمره رو خراب کردم. یعنی اینجوری بودم که دیگه من آکسفوردم، تو دیگه چی میخوای به من بگی؟ اونا هم اینجوری بودن که we don't give a fuck درس تو بخون. براشون مهم نبود. نمرات من اونجا average graduate شدم
حالا ترم 3 باز خیلی بهتر شد، ترم 2 رو گند زدم، یکی تجدید شد. اینجا نمیدونم میدونی یا نه 40% دیگه، درصدی بود فاندیشن کورس، 40% اینه که پس کنی کورس. اینجا نه اینجا 60. جدی؟ آره عجیب. نه خب این برای کالج زیر 18 سال، وگرنه تو دانشگاه که انگلیسی هستن دیگه درصد بهت نمیده غیر اسسمنت، مریت میکنه و دیستینکشن اگه اشتباه نکنم 1-2 2-1 میده بهت. سیستمش خیلی اصلا پیچیده است. ولی من کالج رو خیلی نورمال پاس کردم که من گریجویت شم، اومدم تو آکسفورد. چت جی پی تی تازه اومده بود، من اینجوری بودم که اوکی اصلا این چیه، مثلا ته سیستم من این بود که میرم مثلا چرت و پرت بهش میگفتم، فارسیش اون موقع خیلی ضعیف بود، میگفتم در وصف موز به سبک با قافیه‌های مولانا شعر بگو با قالب مثنوی. چت جی پی تی پدرش مثلا در اومد میگفتش که چه چرت و پرتیه داری به من میگی. چرت و پرتی گفته بود ای موز والا مقام پوست تو زرد است. مونده بود چی بگه. بعد من دوست دارم مسعود، این خیلی آدم باحالیه، برنامه‌نویسی هم میخونه تو ایران، چش که دیوونه، برو اسسمنتاتو با این بزن، کسی نمیفهمه، اینقدر خفنه که مثلا به آکسفورد که آکسفورده، به پای مثلا مایکروسافت هم نمیتونه بفهمه که تو اینو اسای تو با این نوشتی. منم اینجوری بودم که اوکی این برنامه نویسه و این یه چیزی میدونه. آقا هیچی، من مثلا 2000 کلمه بعد می نوشتم 200 تاشو از چت جی پی تی کمک گرفتم، کپی پیست هم نکردم، گرامر چنج کردم، کلی کار کردم. آقا همه چی اوکی بود. من اینم پاس کردم با نمره 81، خیلی بالاست، نمیدونم میدونین حتی سیستم بریتیش خیلی اصلا نشده، در صورتی که 200 کلمه‌ش هم بود، کار خودم بود، 3 شب نخوابیدم، پدر من در اومد سر این داستان. حالا بهت میگم گریه هم گرفت من وقتی فهمیدم که چیز زد، پلیجریزم برام زده بود. آقا سال تموم شد، نزدیک گریجویشن 3 روز قبلش به من پیام داد که بیا آفیس. من اینجوری بودم که اوکی مثلا خودم تقدیر کنه، نمره خیلی بالاه، ایول من دیگه سال دیگه هم آکسفورد میخونم و بچلرم میگیرم، تو رویای خودم بال میزدم. دیدم رفتم یه پیرزن انگلیسیه از این چوسان فیسان دارا جلوم نشسته، خودشو کشیده عقب، یه برگه گذاشت رو میز. من هنوز تو این جو بودم که اوکی پرایز منو بده برم، عجله دارم. بعد گفتش که چرا ای استفاده کردی؟ من دیدم که وات من ای استفاده نکردم. دیدیم که ما ایرانی هول میشیم، حالا کل مردم دنیا چیز نیست. من دیدم که نه من استفاده نکردم، این چه حرفی میزنی؟ گفت آره این سند، این مدرک، اینجا پلتفرم دارن که میزنه مو به مو. گفت اینجا حتی از چت جی پی تی استفاده کردی این قدرشو. بعد مثلا 20 دقیقه گفتم که آره آقا ببخشید استراتژی عوض کردم، به استراتژی گو خوردم ولی فایده نداشت. گفت اوکی 7 روز دیگه توی کامیچی تو باید یه جلسه داشته باشی با تمام کسایی که 7 نفرن، 7 پروفسورن، یکیشون ایرانیه. ببخشید من سرما خوردم. گفتم که اوکی آقا من با خانواده حرف نزدم، گفتم الان من به مامانم بگم به بابام بگم، اولا که افسردگی میگیرن اونا، بعد میکشن منو رسما، حالا استعاره میگم. خیلی داستان سنگین و تلخیه، تو فکر کن از آکسفورد بخوای بند چی. آقا من با استرس رفتم سر جلسه، دیدم یکی از پروفسورای ایرانیه، من اینجوری بودم که یس. رفتیم تموم شد، رأی این بود که 3 سال منو بند کردم. هرچی گفتم آقا به پیر به پیغمبر من جنیوری استارترم اینجا، اصلا شما به من پلیجریسم درست توضیح ندادی، کشور من کپی رایت نداره، این ایران کپی رایت نداره، من اصلا نمیدونم، چت جی پی تی تازه اومده بابا، کل دنیا تو همه دانشگاه یه فرصت مجدد میدن، یعنی چی؟ نه ما آکسفوردیم، خب میک سنس هم میکرد یه جورایی. ولی گذشت، من گفتم اوکی آقا I accept it. 3 سال بند. اومدم از در برم بیرون، پروفسور ایرانیه در اومد گفتش که وایسا نرو، به فارسی، حالا همه اون انگلیسی بود، حالا مثلا یکشون نمیدونم اوکراینی بود، دورگه روس بود، کجایی بود. گفتم که جانم استاد. گفتش که حرومزاده‌های آشغالی مثل تو جاشون توی آکسفورد نیست. جا خوردم قشنگ یه دقیقه اینجوری. من اینجوری بودم که ببخشین با منین؟ چرا؟ گفتش که آره زباله‌ای مثل تو باید برگردن اینجا، تو قدرشو نمیدونی، تو اومدی اینجا داری کثافت کاری میکنی، فکر کردی ما اینجا نمیفهمیم، فکر کردی ما گاویم، ما حالیم. دقیقاً همین همین کلمه هیچ کدوم یادم نمیره.
بعد من اینجوری بودم که یعنی چی؟ و آره گم شو ایران، برگرد ایران. بعد من تو ذهنم دیدی بعد وقتا بغضت اینجا آره ولی تو اشک فکر تنها چیز قوتت اون بود، بعد نگو این دقیقاً بوده کثافت نکن داره منو خراب میکنه جلوی دوستانا میرن اینا میرینن من دیدی باز کایند گوه تو اومدن تو اینا رو همه رو داشتی پروسس می‌کردی. اینش به کنار من اون لحظه بغض اینجام بود، گریم نمیگرفت از شدت عصبانیت، گریه و خشمم قاطی شده بود و تو دلم میگفتم که مردی که تو خودت ایرانی، اینجا کشور تو نیست، تو اینجا به دنیا اومده باشی تاش ایرانی، یعنی چی گم شو برگرد کشورت ایران؟ تو خودت ایرانی، حداقل بریتیش باش این حرفو بزن. تو نمیتونی این حرفو بزنی. بعد سیستم ریورس عوضی بعد بقیه پروفسور گفتن که چی داریم میگین فارسی، چون داشت داد میزد سلام. بعد در اومد بهم که he's swearing to me. من اینجوری بودم که من کی بهت فوش دادم؟ بعد من پشت دستمو داغ کردم از اون روز به بعد که اگر بعد 3 سال من پذیرش آکسفورد دوباره بگیرم فقط میرم اونجا میگم که hello یوتیوب چیز میکنه دیمونتایزت میکنه، بگم hello I'm back but I'm not gonna study here. خیلی بد بود یعنی اون دوران. چه پروکور کم ریخ. خیلی خودم الان تمام تصاویر داره میاد جلو چشم، خنده‌ای که میبینی از درد. بعد اون وقت فقط 200 تا لغت رو دزدیدی از 2000 تا 200 تا از 2000 تا 200 تا. من اینجوری بودم که بابا یه شانس مجدد. خارش چرا این کارو میکنی؟ خاره اون مسعود و سرویس دهنه اون ایرانیه رو سرویس. ایرانیه آدمی بود که تو جلسه امفسایزی میکرد که نه این باید بند شه. دوتا از خود انگلیسی‌ها اینجوری بودن که نه بابا بهش فرصت مجدد بدین، داره دلیل منطقی میاره، گناه داره، این هم پرفورمنسش خوب بوده، امسال خوب کار کرده، دانشجو خوبی بوده. این روس یا اوکراینی نمیدونم و ایرانی اینجوری بودن که نه چون این داره فرصتو از بقیه میگیره، جا تنگ میکنه واسه بقیه دانشجوهایی که دیزرو میکنه اینجا درس بخونه. من اینجوری بودم که گم شو عوضی. عجب داستانی. اونم پس بگو قبلش بهم گفتی که با یارو رفتی روز اول. آره حالا میخوام بگم مثلا جو آکسفورد جو آکسفورد پراکور که تو میریزه. آکسفورد همه واسه خوبن، اکثر دانشجوها واسه خوبن، مخصوصا اینترنشنال. چون ببین 70,000 تا 60,000 کف 40,000 تا سالانه برای اینترنشنال. انگلیسی ها 9,500 تا فکر کنم قیمت جدید. انگلیسی هایی که اونجان همه اصولا تا یه حدی درسشون خوبه ولی در کنارش آدمایی هن که وضع مالی خفن و وضع سوشال خیلی خفنی دارن. تو سوسایتی حرف فرا گفتن. آره تو سوسایتی حرف فرا گفتن دارن. مثلا یه پسره بود استفن، بابایی این دوکه توی انگلیس. روز اول من رفتم سر کلاس با بزرگشان پادشاه بودن. نه نمیدونم دقیقاً چی میشه از پادشاه بهش فامیل سلطنتی ان دیگه. تو فیلم ها دیدی شمشیر میزنن اینجا اونورا یه لول از اونم بالاتر. آره فکر کنم فامیل خانواده سلطنتی میشن همچین گویی. و در اومد گفتش که روز اول ببین من با تو حرف نمیزنم. من اینجوری بودم که جوکی داری میگی چی این داستان؟ اصلا با حرف نمیزنم ها. تو لول آره تو لول اجتماعی من نیست. گفتم از الان پرسیدم ریسیستی؟ اگه ریسیستی بگو من اوکی ام، هیچ گاردی ندارم. گفت نه بابا دود من ریسیست نیستم. گفت تو بریتیش باش من اصلا اهمیت نمیدم. گفت تو من بابام الان من بابام دوکه، تو لول سوشال من نیستی و من نمیخوام با هنگ اوت کنم. من اینجوری بودم که اوکی خیلی روز اول اینترستینگی داریم ما اینجا. عجب پروکور که می‌بینی برایش خیلی جدی و حرف سلام به من نمیکرد تا آخر سال. ببین یه دوست دارم یه دفعه حرفی بهم زد خیلی جالب بود. گفت ببین یه سری چیزا رو آدم‌ها با ریسیستی قاطی میکنن. مثلا من با دختر سیاه‌پوست نمیخوابم، باش حرف میزنم، درس میخونم، همگروه میشم، کار میکنم، استخدام میکنم، ولی من اگه بخوام من شخصا به اون علاقه ندارم. آره میگم مثل چاقی میمونه واسه من، یا مثل لاغری میمونه واسه من، یا مثل قد بلندی میمونه واسه من، یا کوتاهی میمونه واسه من. اینم تو اون لول بوده. یعنی میگفته که ببین من ریسیست نیستم، من آدما رو طبقه بندی میبینم.
تو در طبقه اصلا من عجیبه. نیستی و من بین این آدما بزرگ شدم. من میتونم ببینم یه نفری که توی انگلیس دوک باشه، چون انگلیس کشوری که بازی دنیا بازی رو برده دیگه، کل دنیا رو انگلیس گرفته دیگه. آره زبون دنیا رو انگلیسیه. چرا؟ چون انگلیس بازی رو برد. توی اون من تو ایران تو تهران به قول من شخمی میدیدم یارو یه خورده وضع مالش خوب بود، میگم کارگر رو نگاه نمی‌کرد، میگفت کارگر نباید تو دیم ما باشه، ما میریم اون ولی کارگر به تمیز کنه. چه برسه دوکه دیگه برسه دوک انگلیس من تو صورتت گفت من با تو حرف نمیزنم، تا روز آخرم نگات نکرد دیگه. نه سلام به من نمی‌کردم، چند بار سلامش می‌کردم مثلا تا یه ماه بعدش اینجوری بود که نگاه می‌کرد میرفت، نگاه می‌کرد ظلم می‌زد تو چشمو میرفت. عجب پرو. بعد ببین انگلیسی‌ها باز نسبت مثلا به کانادا و اینا مطمئن نیستم، ولی چیزی که میدونم با پنبه سر میبرن، یعنی اینجوری نیست که باد بشینه دعوا کنه، غیر اینکه خیلی عصبی شه. نایس با رفتار میکنه، پدرتو با نایس بودن در میاره. خیلی بده، دیوونه میشی رسما. چقدر جالب. نه اینجا خدا رو شکر تنها داستانی که داره واقعا زیباست، ریسیزم توش وجود اصلا نداره، اصلا وجود. یعنی ببین تو انگلیس هم ریسیست خیلی کمه، ریسیست واقعا به معنی ریسیست باشه خیلی خیلی کمه. فکر نکنم اون چیز هم نداره، اون اختلاف طبقاتی هم وجود نداره. یعنی چرا تو انگلیس هست همون میگم، اونی که تو انگلیس هست اینجا نیست. یعنی تو اینجا اگه مثلا یه جای کانادا خیلی خفن بری یارو نمیاد گم بزنه بهت. البته ها من خیلی لش بودم دیگه. خب من چون فکر کنم مثلا من تو سن 20 سالگی دیگه مثلا شروع کردم پول درآوردن، 25 دیگه داشتم مثلا پول چاپ میکردم. خب یعنی تو لول خودم مثلا هر کاری دلم می‌خواست می‌تونستم بکنم. بعد فکر کن یه جایی که اون دوک میره غذا میخوره رو، یه رستورانی که اون میره رو، من میرفتم با شلوار گرم کن، تیشرت، بعد بوی گل میدادم، بعد غذا سفارش میدادم، بعد مثلا میدونستم که ماهیشو انقدر میاره، بعد میگفتم 9 تا بشقاب ماهی میخوام. خب اصلا همین براشون بیکلاسی بود که میگفت یارو من 9 تا بشقاب سفارش میده. یعنی اینجوری نمی‌کرد که اوه یارو من 9 تا بشقاب میخواد، بشقابی $50 بندازه. اینجوری نگاه نمی‌کرد، میگفت این انقدر اصلا خارج فکر کنه اومده مکدونالد میخواد غذا بخوره، من اینجا باید تیست بکنی بریم. من بابا بعد مردم به من بد نگاه نمی‌کردن، گارسونا به من بد نگاه می‌کردن. اینش خیلی جالبه که مثلا سوال بود که دود اونی که بعد من بد نگاه کنه اون اوکیه، تو که اینجا فقط احساس میکنی سربازمونی، تو باید اینجا تریتوری اسنابی درست بکنی، تو داری به من بد نگاه کنی. بعد خیلی هم راحت بود وقتی میخواستم برم مثلا غذا میشد $473 میدادم با 12 سنت، میدادم $472 و 13 سنت، تیپ 1 سنت میدادم، این 0.01. خب بعد یارو کونش میسوخت. یعنی اگه 0 میدادی میگفت مثلا عقده یه لوس فلان، اگه $3 بدی میگه که مثلا دلت میگی ازت بدم اومده ولی بهت کم میدم که خیلی هم دیگه بهت نرینم. $3 $5 بدی پشتت حرف میزنه، میگه بدبخت ناکن پول نداره اومده 400 تا غذا خوره $5 واسه ما گذاشته. 1 سنت عدد گلدنه، 1 سنت رو که میدی یعنی فلان ننت، بدون که هیچ صحبتی بکنی. آره دیگه ارزش 1 سنت. من این بلا سرم اومد، داشتم توی رستوران ایرانی تو آکسفورد پارسال کار میکردم به عنوان ویتر و بارتندر. یه خانومه اومد دیوونه میوونه بود، فکر کنم بنده خدا جدی مشکل داشت. من اون استکان چایشو که گرفتم فنجون بود، استکانم نبود، این لبه داشت، کاپ بود، دیدی که جای انگشته، اینو گرفتم یه دقیقه دستم لرز اومد بریزه، یه لحظه اون سرشو گرفتم، ببین گذاشتم سر میزش، یهو با دست زد لیوان افتاد، چانس کسی بغل نبود، رو به دیوار بود، خورد، چای پخ شد، استکان پودر شد، شانس اون آب جوش و چای رو کسی نریخت. حرومزاده برای چی لیوان منو تاچ کردی؟ فکر کردی من دست کثیف تو چیز میخورم؟ من اینجوری مونده بودم که ببخشید. بعد رئیس منم دیوونه میوونه، ببین روی کوکائین میومد سر کار، بعد نمیدونم غیر اون چی میزد، چشاش زرد بود، نمیدونم چی بود، هر دفعه میومد چربی خونه این بابا خیلی بالا بود.
چی کشیدی؟ این از من بعدش میومد. ببین باز برای من خیلی تجربه شد به نظر، یعنی سختیش خیلی کمتر بود نسبت به اینکه زیاد بود، ولی نسبت تو ذهن من تجربه خیلی بیشتری بده. آره. حالا پدر منو این در آورده الان توی انگلیس کردیت سیستم، حتی واسه سی وی هم هست. این منو اخراج کرد سر اینکه منو یه دوستای دیگه اونجا کار میکردیم، دختر دوستم که ایرانی بود با ساب کار دعوا شد سر حقوق، دیگه نیومد. فکر کنم من اونو دعوا میکردم، من داشتم لیوان پالیش میکردم، یهو به من گفت گم شو ساب کار. گفتم چرا؟ من کردم کار میکنم. گفت نه دوستت با من این رفتار کرده، 2 روزه که تو همین کارو میکنی. من اینجوری بودم که چی میگی؟ انگار اصلا خواهرمه که اصلا بگی ژرجی کیه لعنتی. بعد الان یک سال نیم میشه بعد اون من کار بهم نمیدن، مکدونالد منو رد کرده. یعنی اصلا فوش خار مادر برای من بدتره. مکدونالد بعد سی وی که من دارم لینکدینم بعد برات میفرستم برو ببین. من الان تو تیم ملی پوزیشن دارم. داستان تو بگو. بعد بهت میگم چی. داستان بازی تو بگو. ببین توپش افتاد. این یه بازی امریکاییه، فوکسش نمیگیره الان گرفت. یه ایونتی داریم اسم فرشرز فر، نمیدونم توی انگلیسی یا کل وسترن برده. فرشر به کسایی میگن که سال اولی دانشگاه یا سال اولی که وارد یه مؤسسه آموزشی میشن. میان کمپانی‌های مختلف، سوسایتی‌های مختلف دانشگاه کد تخفیف میدن. دامینوز پیتزا رایگان میده از این کاره، جینگول مینگول. من اومدم دیدم سوسایتی لاکراس یه همچین استیکی، یه دروازه‌ای که تهش مثلثه گذاشته. من دور فکر کردم تنیسه، اینو که دیدم بهش میگن شافتشو که دیدم بعدم که آجی تنیسی اینقدر استیکش بلند نیست، چیه این؟ سرش چی میگه؟ چه تور داره؟ بعد من گفتم که آجی این چیه؟ چه چرت و پرتیه. بعد فکر که لاکراسه. من یه دقیقه تو اکرار میکردم چی لاکراس چیه؟ یه صدقاره این ورشه امریکاییه فلانه چیه، ترکیبی از تنیس و امریکن فوتبال و هاکی و راگبیه. من یه ساعت اینجوری بدم که اوکی that's boring، حالا بذار یه شوت بزنم. من 4 سال خودم تنیس کار کردم، 3-4 سال بلدم گریپ بگیرم، چون 6 زلیه یا 8 زلیه نمیدونم، گریپش مثل تنیسه، بلدم چجوری دست بگیرم. اینو گرفتم شروع کردم کریدلینگ کردن. بعد گفتش که چقدر وقت کار میکنی؟ یه شوت هم زدم خیلی شانسی رفت در روز. بعد گفتن که منو گرفتی، من اسمشو بلد نیستم، دارم 10 بار ازت میپرسم یعنی چی چند سال کار کردی؟ گو که بیا ترینینگ سشن. رفتم گفتش کارو بابا خوب داری بازی میکنی اگه واقعا تا حالا کار نکردی. به نسبت به اینکه تا اولین بار اسمشو میشنم خوب بازی میکنم، نه اینکه طبیعتا پلیر خوبی باشم. آقا ما رفتیم ترینینگ سشن، امیدی هم نداشتم تیم بازی کنم واسه دانشگاه. میدونی که تیمای دانشگاه بیرون ایران قولن اصلا سی وی میزنن ملت. من اینجوری بودم که اوکی این خیلی کوله و رفتم 2 ماه ترینینگ سشن. سیزن آغاز شد، فصل شروع شد، دیدم اسمم تو لیست بازی اول. اینجوری بودم که واو، حالا رو بنچم رو نیمکتم ولی باز واو اولین اکسپریانس. رفتم اینو بسکتبال 4 تا کوارتر 4 اجازه داد بازی کنم چند دقیقه. بعد من اینجوری بودم که آجی دنیا رو به من دادن، چه خبره اینجا؟ بعد ورزش خیلی وحشیه. حالا اگه ایتور تونست یه تیکه از ویدیو لاکراس بذاره، مثلا اونجایی که های کانتکته. Goldbrick gets nailed by Hasek. Going, so I think it's more of a high issue than a late issue. Walloped. And his stick tossed aside. Big hit in the middle of the field delivered by Michael Earhart. تو میتونی هول بدی غیر اینکه تو سر بزنی با استیک، با هر توانی که میتونی تو هر جای بدن بزنی، تنه بزنی، با کله بری تو سینه، هر کاری بکنی غیر اینکه با سر برخورد داشته باشی یا از پشت هول بدی. بعد بیگ بویا رو دیدی تو مثلا فوتبال آمریکایی یا مثلا اکثرا حالا خاطر چیز سیاه‌پوستن، فیزیک بدنیشون بزرگن. فکر کنم مثلا ما 2 تا اینا رو تو ترینینگ سشن داریم. کاپیتان امسالمون حالا گریجویت اسمش سم بود. ببین قد حدود 2 متر، هیکل، وزن رو 100-110، همه بازو. ببین مثلا یادم ترینینگ سشن 4، حالا منم ریزه میزم قدم 169-70، هولم داد 2 بار رول شدم قشنگ پا شدم اینجوری بودم که آخ. بعد من با قد 169 کیلو بودم، اضافه وزن ترسناک گرفتم سر داستان آکسفورد، اخراج از آکسفورد. و اینکه حالا من از آکسفورد بن شدم. یه دانشگاه داریم اسم آکسفورد بروکس، تو خود شهر آکسفورده ولی خب بروکس اسمش.
اون منو قبول نمیکنم. گفت تو از آکسفورد بند شدی، تو احتمالاً دراگی چیزی ابیوز کردی. میگفتم بابا برو استعلام منو بگیر، به خدا من نه دراگ زدم، نه کسی رو کشتم، نه کردم، هیچ غلطی نکردم، به خدا. چت جی پی تی باورشون نمیشد. میگفت پس چرا به ریسیت آپشن نداده؟ تو من نمیدونم، بیا بهشون بگو، منم مشکلم همینه. آقای ایرانی اینجا نگرفتن و اون روسه یا نمیدونم یا اوکراینیه اینترنشناله. منچستر من رو رد کرد دیگه، بریستول من رو دانشگاهش رد کرد، دانشگاه خوب انگلیسن. آقا من دیگه اینجوری بودم که چه غلطی کنم، من برگردم ایران حداقل تا جنوری دوباره غلطی بکنم، مشورت کنم به وکیلی چیزی. ببخشید من خیلی سرفه میکنم. نه راحت، همه گذشت. مرسی. گذشت اپلای کردم دانشگاه وستمینستر لندن، اکسپت هم کرد. بعد این وستمینستر یه جاییه 99% اینترنشنال مثلا هندی هن. یعنی یه مکانی که فقط اسکمه لیگاله دیگه، لیگال اسکمه، قانونی کلا برداری کنه ازت. 1% انگلیسی های اخراجی کسی که اوتیسم دارن، مکان ترسناک. من اینجوری بودم که اوکی نمیخوام برم واقعا، برگردم اینا ارزش واسه من بیشتره، چون من سهمیه دانشگاه شریف دارم سر المپیاد، ولی خب داستان سربازی اجباری دارم من. آقا این دانشگاه که من الان هستم سنت مریز خیلی اینه. خوب. 1% هم بعد تو خیلی روزه خب سنت مریز. آره دیگه ببین یارو مثلا میگم از دبیرستان استیت اسکول اخراج شده سر اینکه مثلا یو گرفته 3 سال معلمو مثلا چاقو زده. یا آره نه باز حالا اون نه، یعنی گاوه، یعنی به مفهوم واقعی کلمه گاوه. یو دیگه واقعا باید گاو اسمت هم نباید بنویسی به نظرم که یو بگیری. میگی اسمت نباید بنویسی؟ من آخرین امتحان کامپیوتر رو که داشتم میدادم، اول دیدی اسمتو می‌نویسی، شماره‌تو می‌نویسی، امضا می‌کنی، دیتو میزنی، سپتامبرش اسمش شده خودت محکم‌تر می‌نویسی. همه این کارو کردم و اینجوری ورق زدم، رفتم سوال بعدی خوندم، دیدم نمیدونم، بعد اینجوری ورق زدم، بعد چند سال دوباره اسمم اومد رو، گفتم یک دونه سوال بلد نبودم. سفید دادی؟ سفید دادم. چی شد؟ افتادم دیگه. چی میدن اصلا اون نمره چیه؟ البته خیلی داستان شده دیگه، پراکورکت میریزه. ببین اتفاقی که افتاد اینجوری شد، من این امتحان رو دادم، بعد اینجا فهمیدم که اوکی حالا یا به دلیل اینکه من دیگه گوش ندادم سر کلاس یا اینکه من علاقه به این ندارم، من دیگه این مبحث رو نمیفهمم. حالا چی شده رو کنیم. من خیلی بد درس میخوندم، نه کلاس میرفتم نه کتابو میخوندم، هیچ کاری نمیکردم. یعنی ایران میرفتم دانشگاه. آره. که یکی از دوستامون همیشه میگه اگه مدرسه بدونه تو چجوری داری بی میگیری بهت 100% آنری دیگری میدادن، چون مدرسه دیزاین شده آدمای تو رو بکوبن. تو هیچ وقت من دیگه اگه میگم هیچ کسی باور نمیکنه اگه بهشون بگی چه درس میخونی، میگم من فقط چون خونتون زندگی کنم، دوست پسر خواهرم بود، میگم من فقط چون شانسی تو خونتون زندگی کردم 1 سال و نیم، دیدم که تو یک روز نمیری مدرسه، یک روز کتاباتو باز نمیکنی، فقط پارتی داری میکنی، 10 روز آخر کتابای نو رو باز میکنی، میشینی میخونی، میری میگیری بی. حالا انیویز این چون کتاب نداشت و باید درس رو یاد میگرفتی، کدینگ و اینا رو، من نتونستم رو کتاب یاد بگیرم. آره. اینجا فهمیدم که استایل من دیگه جواب نمیده و منم دیگه علاقه به این ندارم، پس من از این باید برم بیرون. اونجا روزی بود که من از کامپیوتر ساینس سال 3 اومدم بیرون و رفتم بیزنس شروع کردم خوندن. خب ولی وقتی کاری که کردم رفتم پیش این معلم، گفتم که من یه چیزی میخوام بهت بگم. گفت چیه؟ گفتم من داستانم اینه که ورقمو سفید دادم، هیچی بلد نبودم. یه شعری هم گفتم مثلا مامان بزرگم مرد. ولی گفتم ببین داستانش اینه، داستانش اینه که من میدونم من گند زدم و اگر الان بیفتم تو به منو فیل کنی، دیگه دولت به من وام نمیده که بیام مدرسه و من یه ایمیگرنتی هستم که از خارج اومدم اینجا بسازم این کشور رو. نه من غریبم بازی. گفتم امروز خودکار تو تعیین میکنه که من 20 سال دیگه یه کشیر باشم توی مغازه یا یه مهندس باشم دارم کشور رو میبرم جلو. آره. منم چون فهمیدم اینو دیگه نمیتونم بخونم دارم میام بیرون. دارم میرم کامپیوتر. یعنی اینجوریه که من اینو بدیم من میخوام کورس بعدیم دوباره بیام اذیتت کنم. من از کامپیوتر میرم بیرون. بعد دیدم دیگه دارم خیلی قشنگ شروع دارم میام، خودم خوشم اومد. گفتم اینم که دیگه نمیاد چک میک بکنه. تو اگر کورسیو اگر
C- میگرفتی به دیگه وام نمیدادن. یعنی فعلا قبول نبود. یعنی فعلا دادن اگه C- هم میگم آقا ما در لول C- نمیخوام به تو پول بدیم بری C- بشین، برو گم شو بیرون. اوکی. بعد واسه همین باید بهت C میداد. و من فکر کردم گفتم این یارو 20 سال پیش خودش مثلا احتمالاً معلم بوده، یادش که نمیاد الان قانون چیه و حتما عوض شده، این که فالو نمیکنه اینا رو، بذار ما یه سنگوب گنجش موف میندازیم. گفتم و اگه تو به من زیر C+ بدی همونجوری که مطمئنم میدونی منو دیگه عوام میگیرن، سو دیگه یور کال، یا به من C+ بده یا به ما F بده، خودت میدونی. هیچی هم نگفتم، واسه حرف بزنم، گفتم ممنونم، هر تصمیمی هم بگیری من ریسپکت میکنم، در بستم رفتم. حالا مگه میشه؟ رفیق فابریک من که هنوز تو امروز با هم دوستیم که الان دکتره، خیلی آدم باهوشیه، این بغل من نشسته بود. اون شد C، من شدم C+. بعد میگفت مادر به داد C پلاسو پشما. بعد میگفت مادر من امتحان دادم گرفتم C، من میدونم تو خالی دادی، چجوری C+ گرفتی؟ هیچ ببین اگه هم کلاسی من بودی من قطعا این انگو بهت میبستم که یعقوب یه حالی به استاده دادی، غیر ممکنه بری چه مذاکره ای باش کردی، یا بیزنس خونت خدایی. یک مخی زدم گفتم ببین تو تصمیم میگیری دیگه، میخوای 30 سال دیگه تو کشور یه کارگر اضافه داشته باشی یا یه آدم با کلاس باشی، میخوای یه هوندا سیویک که در به داغون بیارم دم مغازه پارک کنم یا یه دونه تسلا بنفش بیارم، تو تصمیمشو بگیر. پکیجای گرگ محله فرشته با سهیل اقتصادی. سهیل بلفورد. بابا تو مدرسه ایران امتحان کنسل میکردم، بعد از در که وارد میشدم یهو 10 تا بچه میخسرم، سهیل جون مادرت پول بهت میدیم. گفتم بابا درس خوندم من آمادم واسه امتحان. گفتم بابا جون مادر کلاسو کنسل کن. گفتم خودتون برین کنسل کنیم. گفتم دریوس هیچ کسی به غیر از تو نمیتونه این کارو بکنه. خب من اینو خیلی میشینم که هیچ کسی به غیر از تو نمیتونه این کارو بکنه. بعد یه دفعه می‌خواستم یه امتحان رو کنسل کنم برای خودم، رفتم به معلم گفتم که آقا من درس نخونم نمیخوام امتحان بدم. گفت نه نمیشه. همینقدر روک. آره گفت نه یعنی چی نمیشه و باید امتحان بدی. گفتم خب از من امتحان نگیری، تو که میدونی من بچه زرنگم کارام میکنم، یه روز نمیخوام، برای چی میخوام من پوینت از امتحان چیه که فقط من احساس کنم آدم تخمی میگم، خب آماده نیستم دیگه، امتحان نگیر. گفت نه نمیشه، از تو نگیرم بعد از یه نفر دیگه وقت اونم اگه آماده نشه از اونم امتحان نگیرم. گفتم حرف درسته ولی اگه بچه‌ها بدونن وقتی من به هیچکی نگم تو به کسی میگی؟ گفت نه. خب وقتی فقط بین من و تو باشه پس این مشکلی که تو دیدی حل میشه. من به هیچکی نمیگم، میام سر امتحان میشم به من یه کاغذ بده، تا نفر آخرم میشینم اونجا واسه درخت میکشم، نفر آخر مونم میشم ورقه میدم به تو، هیچکی لازم نیست بفهمه. بعد معلم خود فکر کرد گفت باش. خب میک سنس میکنه رسما. ببین البته خوش شانس هم بودی یا آدم گند به پستت نخورده. نه خورده ولی معلمه میرم دور میزنم میخرمش. ببین تونسن واقعا اگه دیالوگات همین بوده تو نابغه مذاکره ای، واقعا جینیسی تو این داستان. من واقعا نمیدونم دیدی یا نه ریاکشن ناخودآگاه لب و دهنم اینجوری شد از شدت تعجب. مگه داری مرد؟ ببین تو مخ معلماتو اینجوری زدی، مخ النا رو دیگه ببین چه جوری زدی، چیکار کردی؟ برای همین دیگه النا مثل یه دونه پروانه دور من میچرخه دیگه، یه جور مخش اصلا وقت نداره فکر کنه چی شد. بعد من روزی که النا رو دیدم گفت شوهر دارم با بچه، من اینطوری بودم مال منی. اصلا هیچ چیز واسه مهم نبود. اوکی شوهرتو میزنیم بچه‌تو میگیریم همه چی اوکی بود. اقتصادی